شجورا ماشاءالله خنده جورا برکت بیاین جورا رحمت بیندار که مرخصا خیلی گولا کن سریناز بانو حاجی لنگری بابا جان شیرالی حاجی مظفر حاجی رحیم اکاو دودارو مرقتی گولا کن خرسان کردین الله ای شما راضی باشه برکت بیاین بیندار اینا جورا ماشاءالله اینا جورا بخرمشانه برکت بیاین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله حسبنا الله و نعم الوکیل. رمضانتون مبارک دوستان. قرار داریم در مسجد پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم. اینا دوستان عزیز تیاری به افطار کرده شدین. چی گفتنیم؟ خرسندی از این که الحمدلله مسلمانیم، بعداً خیرخواه هستیم، تاجیک هستیم و خصوصا در این ماه مبارک اکای جمشید که همتون میدونسته چیکار کرد صاحبی خانه و در شد. دعاگو برای هر یک مسلمان، خصوصا غریب بچه ها، غریب خواهرها، شخصای دست بخیر و اکای حاجی رحیم و اسماعیل محمد رایی و همچنین اپای سرویناز بابای لنگری اکای شیرالی، شخصانی که زحمت کشیده مهنت مینه، نه تنها اکای جمشید، همه خصوصا ویدیو را میمونم تماشا کنه. از همتون میندارم. گپی بسیار خرابور در حق تو دعاگو هستیم در خانه خدا. الله یک شما را میلیون کنه. همچنین سرجم باشیم در این ماه مبارک. مسلمانیم، همدیگر بخشیم و حرکت کنیم، خطاگی ما اصلاح کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. ویدیو را تماشا کنید و ان شاء الله ما حرکت میکنیم. به قدر امکان تونستیم کمک کنیم، نتونستیم در حق و دعاگو باشیم. ما هم سمیه داریم، زندگی داریم، به همه نمیرسیم. کسایی که امکانی ندونستیم وقت نیافتیم جا گفتیم، به خاطر خدا ما را بخشید. السلام علیکم. همه کسا دستگیری کردن. امروز انشالله شکرانه گزارش میکنیم که صاحب خانه و در خدم شدم. انشالله برکت بیاون، در حقشان دعا میکنم. حاجی رحیم همه حیات چی میخواهی از پروردگار، چی میخواهی و از پروردگاری که ما را خلق کردگه از بنده هاش چی میخواهی؟ اولا الوی مهربون ملکای مایده دارم، یک خونه بگیرمشون دیگه آرمان ندارم. هر یک خیره که برادرو کردیم برای مایده من الوی شما راضی باشه، برکت تو بیاین. الوی مهربون همین برادر لنگری جونم، بابا جان جونم، شیرالی جونم، اپای سریناز مردم غریبه ما هیچ خدمت نکردیم. مردم غریب الوی مهربون خوب کبیرم چلو بگرده. هر یک خدمتی که یک روبلی مده کردن الوی او راضی باشه. کلی مردم روی دنیای مسلمان جهات الفردوس تحصیل گردن. الله اکبر. زنده بود. سلام علیکم مردمی سربلند تاجیکستان. ما همراه اپای سرویناز با ایادتی اکای جمشید اومدیم. یک روز اکای جمشید با ما علاقه برمد با واسطه اکای بهرام، چون احوال دوران به حد ما احوال اکای جمشید دیدیم، زیق شدیم که با اکای جمشید کمک لازم بوده. های سببی که مقصد تنقیسی میکشیدن از سبب بخانه و دری و سلامتی. ما میدونیم که اپای سرویناز ما، اپای عزیز ما طولی 13 سال میشود که بیماری را دستگیری میکنن، از حال بیماری باخبرن. ما با اپاجان عزیز مراجعت کردیم که اپاجان همین اکر یک دستگیری کنه که ما همین اپا را صاحب یک جای شویم با کلی شیر بچه‌های تاجیک و میگن شیر نرم داره، مادرم داره، با اپوی هستن که شیرن. مقصد بگیم که با همراهی هوایو همین اکر را دستگیری کردیم، کمک کردیم. با دیگه چند نفری بود که اپای سرویناز سخن میکنن. اپاجان سلام علیکم دوستو عزیز. چه خیلی که برادر عزیز مظفر جان گفتن مراجعت کردن، ما مراجعت یک کس رد نکردیم دوستو عزیز. و برادرایی که در شبکه اینترنت هستن، برادرمون لنگری، بابای لنگری، بابا جان 88، برادرمون شیرالی، یک جایه شدیم. همین کسا و برادرای خیرخواه پیشنهاد کردیم. این روز خوشبختانه برادرمون صاحب خانه شدن، با چقدر پرابلمایی که داشتن حل کردن. اینا از خودشون گپ میزنن دوست عزیز. برکت بیاین شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم غریب کلی اپا و خوارا کود و درو همین سببی خوری مده اول حاجی مظفر شد که مورا با همین اپای سرویناز شناس کرد. خدا را شکر. بعد اپای سرویناز با حاجی لنگری و حاجی بابا جان و حاجی شیرالی شکرانه گزارش میکنیم که صاحب خانه و در خدم شدم. انشالله برکت بیاون، در حقشان دعا میکنم. حاجی رحیم که صاحب خانه در
فصل بچه ندیدم یافتم گرفتم با کمبودی دیگر روزگار مبود کردم برکت بیاین همه وقت دعا میکنیم هر یک خیری که کردین به همه دلای مهربون اجر شبتا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برکت بیاین همتون اما با کل مردم غریب تاجیکستان اپا و خوارو اکا و دودارو خصوصا دلای مهربون با حاجی مظفر اپای سرمینوز لنگری بابو جان شیرالی یک جهان مینادور برکت بیاین به همه اینوم خدمت اینوم فرزندم الویلا مینادورگی را میرسونم خوکا بگیرین کیلو شوا الله اکبر رحمت برکت بیاین برادرایی که سخنی اپای ما را رد نکردی برادرها و اپا و خواهرایی که درمی اکا اگر یک سوم که باشه سهمگذار شده باشه خداوند بزرگ این خیری کردگی شما را در نامه اعمالتون نویسنده بگردونه و دستگیری روزی قیامتتون کنه رحمت سربیناز بانو حاجی مظفر لنگری جان بابو جان شیرالی السلام علیکم دوستان عزیز الله خیرتون کنه امروز قرار داریم در مدینه منوره روزی 3 اسلای اگر خطا نکنم آمدیم الحمدلله زیارت کرده هستیم تماشا داریم این یک باشن ما در باغ خرما هستیم بعدا میریم کوه احد در کوه احد مقصد با ابرد های جای تماشا بسیار نیست سیانکه نکردیم برای که رمضان های مانده ایم حاجی و دودا اسفید نمیکنیم الله خیرتون کنه دعاگو باشه در حق ما انشالله ویدیوهای ما را پیگیری کنید در رمضان ما شما رو نشان میدیم خدا نگهبان تو کاراری کار اینا دوستان رحمت سلامت باشید دوستان عزیز میتونید با دل پر دوستان عزیز شرکت زمزم این رقم در روی اکران چیکار کنید خریداری کنید در اخیر ماه شریف رمضان ای 17 ماه و بعدا در فرضی هم در خدمت هستیم برای کار کشایش کار دعاگو باشید